فوق‌العاده تاجیکستان خبر داد که روزهای آخر ماه ایول و روز اول ماه آگوست از گوشه و کنار کشور خبری در آب غرق شدن 4 نفر رسید. از این شماره یک بانوی جوان خودکشی کرده و یکی دیگر در راه بازگشت از شراگاه غرق شده است. دوی دیگر از بی‌احتیاطی هنگام آببازی جان خود را از دست دادند. از جمله یک ساکن 23 ساله دهه قرطاق شهر ترسونزاده در رود قرطاق خودکشی کرده است. این حادثه نیمه شب 31 ایول ساعت 23:32 دقیقه رخ داده است. جسد او را روز 1 آگوست ساعت 14:25 در دهه بلخ پیدا کرده و به نزدیکانش سپردند. سبب خودکشی این بانوی جوان معلوم نیست. طبق معلومات سردار بخش ریاست کمیته حالتهای فوق‌العاده و مدافع گرجدانی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در ناحیه عینی، یک ساکن 29 ساله دهه پترود جماعت دهات فاندریا در چراگاه بیدرک شده است. ساکنان ساعت 23 روز 1 آگوست اول در ساحل رود پدرود خورجین بالای خر و سمکه او را دیدند. صبح 2 آگوست ساعت 6:05 جسد او را در موضع پول مشکان در ساحل دریای پترود پیدا و به صاحبانش سپردند. یک پسر 13 ساله ساکن کوچه به نام باباجان غفورов ناحیه سینای شهر دوشنبه روز 1 آگوست هنگام شناوری با کامره افت-ماشین در کول جوانان از بی‌احتیاطی غرق شده است. بعد دریافت خبر فوری نجات دهندگان ریاست حالتهای فوق‌العاده شهر دوشنبه به جای حادثه سفربر گردیده همراه با ساکنان و خویشاوندانش ساعت 16:35 جسد او را پیدا کردند و برای تشخیص و تحقیق به مقامات حفظ حقوق سپردند. طبق معلومات سردار شعبه ریاست کمیته حالتهای فوق‌العاده و مدافع گرجدانی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در ولایت ختلان، یک جوان 17 ساله ساکن دهه گلشن ناحیه فرخار در دهه سر پول جماعت دهات بختاریان ناحیه کوشانیان از سبب رعایت نکردن قاعده‌های شناوری غرق شده است. جستجوی جسد غرق شده از روز 30 ایول سال روان ادامه دارد و همه تلاشات تا کنون به نتیجه انجام شدند.